سلام. من آموزش میگیرم تا که بتانم با محیط اطرافم ارتباط برقرار کنم و چالش ها و مسائلی که در زندگیم وجود داره و یا چالش ها و مسائلی که در زندگیم به وجود میآید را با بهترین عملکرد پشت سر بگذارم. ضمن ای که عقیده دارم که آموزش دیدن و آموزش گرفتن باعث میشه که ما بتانم با فرهنگ ها، تاریخ ها و حتی زبان ها و سنت های آدم ها و دیدگاهشان فارغ از که با اونها ملاقاتی داشته باشم آشنا شوم و همه اینها منجر به این میشه که من بتانم با آدم ها یک ارتباط و تعامل پر از احترام، درک شدن و درک کردن متقابل داشته باشم. من آموزش می‌بینم تا کیفیت زندگی خودم و اطرافیانمو بالاتر ببرم، تا بتونم اونجوری که دوست دارم زندگی کنم و تا حد زیادی شرایط زندگیمو خودم تعیین کنم، نه اینکه از روی اجبار باشه. من آموزش می‌بینم که خودم را بشناسم و بتونم با کودک، نوجوان و جوانم رابطه صمیمی برقرار کنم. من گره‌ها و قفل‌های زیادی توی زندگیم دارم. من آموزش می‌بینم تا بتونم کلیدی پیدا کنم که این قفل‌ها و گره‌ها رو بتونم باهاش باز کنم. من آموزش میگیرم که خودم رو عمیق‌تر بشناسم و راهی که در پیش دارم رو بهتر و مفیدتر طی کنم.